بلال جان مکتبم خواندی؟ مکتب تا صنف 6 خواندیم. بعد از اون نشد باز کار میکردم. بعد از یک بیترساز بودیم اونجا کار میکردم. در آینده چی میخواستی؟ چی کاره شوی؟ چی امیدها چی آرزوها داشتی؟ بلال جان برادرتان است؟ می توقع است که دی کمک کنی تا دوی شود سرکار خود بزرگ شد جوان نامزاد هم است. خب بسیار خوب. بلال جان نامزاد هم هستی؟ السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند بی‌نهایت مهربان را سپاسگزاریم و تشکری میکنیم به خاطر همه نعمتهایش و با ارزشترین نعمتش جانجوری و صحتمندی. دوستای عزیز، امید داریم ماه مبارک رمضان به خیر به خوبی سپری کنین. طاعات و عباداتتان به دربار پروردگار مهربان قبول باشد. قسمی که شما میبینین دوستا در تصویر برادر بزرگوار ما بلال جان. ما آمدیم خانهشان تق تق زدیم نبودن، گفتن برآمدن بیرون. دیگه ما هم ایران او برگشت میکردیم دیدیم که بلال جان دموریم آمد. بلال جان خوب است انشاءالله؟ ساعتت خوب است؟ شکر رمضان بخیر سپری میشه؟ زنده بود. کجا رفته بودی بخیر؟ دقیقه ورده بودم در خانه یک چکر اینجا بیرون رفتم بارش بود دی چند روز بیخی در خانه دقیقه ورده دقیقه ورده بودی؟ تکلیفا خوب انشاءالله؟ تکلیفا خود که چی بگم درد دارم بسیار درد دارم دیگه و چند وقت پیش بازم عملیات کردم عملیات مثانه اون نتیجه نداد. بقیه گپا رو میریم داخل اتاق انشاءالله گپ میزنیم اگه اجازه باشه بریم داخل خانه یک چند دقیقه بشینیم باز بعد از اون انشاءالله که گپ میزنیم. درست است؟ بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن غم فردا مخور هرگز که فردا خورد. دوستای عزیز آمدیم در خانه همراه بلال جان. خدا کنه که انشاءالله بلال جان صحتش بهتر شده باشه. بلال جان قند رمضان چطور سپری میشه؟ میشه چطور است درد و مشکلات؟ درد بالا زیاد دارم پایم زیاد درد میکنم عملیات مثانه که دادم زخم دارم یعنی زخم است در پشت کمریم هم زخم است جزو بسیار بازار است. بسیار خوب. در شفاخانه شخصی عملیات کردی یا دولتی؟ دولتی اول رفتیم در ایمرجنسی اونجا نگرفتیم نیگازی خون نرفته باز شیخ زاید رای کرد اونجا هم نگرفت بازیگرها نبود در شخصی رفتیم پیسه را خرس کردیم به یک سختی پیدا کردیم پیسه را گرفتیم میشت سر باز گردی را چطور عملیات کردی؟ گردی تو مشکل پیدا کرده؟ گردیم نیم مثانی اون مشکل پیدا اونجا کرده؟ پای پر تیر کرده باز از چیزیر پر تیر کردیم معلوم خلطه است خلطه دارم اینجا پای پر تیر کردیم باز اون نتیجه نداد میگم مثانی دیر خوب باز حتما دیگه خوب نارام هستی. بیخی دیگه در بیخی ندارم. بلال جان مکتبم خواندی؟ مکتب تا صنف 6 خواندیم. بعد از اون نشد باز کار میکردم. بعد از یک بیترساز بودیم اونجا کار میکردم. چی باعث شد که مشکل برات پیش آمد؟ در خانه شده بودیم مجموعی اولی آمده پشت کمر. در آینده چی میخواستی؟ چی کاره شوی؟ چی امیدها چی آرزوها داشتی؟ جور که می بودم اونجا که یک بیترساز شاگرد بودم گفت کار یاد گرفته بودم گفتم جور شم بر خود یک دکان جور میکردم اونجا. بیتری چی بود؟ بیتری موتور بود؟ بله بیتری موتور. می توقع است که دی کمک کنی تا دوی شود سرکار خود بزرگ شد جوان نامزاد هم است. خب بسیار خوب. بلال جان نامزاد هم هستی؟ تا فعلا عروسی دیگه نکردی؟ چقدر وقت میشه نامزاد هستی بلال جان؟ 3 سال میشه. 3 سال؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه کوم د باران رحمت خیرې بنسټ څخه چې ما سره کومک کوي هر وخت زه له یاده نه یم ښکلی او بریالی جان ورور نه هم ډیره مننه کومه چې ما سره کومک وکړه خیر دې وسي کور یې آباد هر وخت به یې زه په دعاګانو کې ساتم او نور ورونو نه مې همدا خواهش ده چې ما سره کومک وکړي چې مې خپله تداوي وکړم د کور اقتصاد هم بیخي خراب ده ورور مې مړه کړی ده او پلار مې کار نشته ده چې کار وکړي کور اقتصاد بیخي خراب ده او زه خپله مریض یم دردونه لرم ډېر په عذاب یم نو تاسو سره دغه هیله ده چې ما سره کومک انشاءالله که ما کوشش میکنیم یک پل ارتباطی شویم تا شما و فامیلا را پیدا بکنیم تا خداوند هم به دربارش قبول بکنه هم دعای شما را به حق کسایی که همیشه سهم میگیرن و همکاری میکنن
قبول بکنه. اینی بلال جان 1000، این 2000، این 3000، این 4000، این یا مبلغ 5000 افغانی پول نقد. زنده باشی. بازم تشکر میکنیم از برادر ما بریاله. از شما هم تشکر میکنیم که ما هم کار میکنیم. بسیار. زنده باشی. خیر. بلال جان این پول که گرفتی برادر قندم حتما مواد ضرورت دارین یا به دوایت هم ضرورت داری؟ دوای چطوره؟ مواد هم ضرورت دارم. اون روز مریض بودم از دکترم قرضدار هستم. پیسه دکترم میتونم. دوات نیست، خانه روان نیست، سر زمین این چیزا رو بگیریم. بیا الان مهربان از بلال جان، خدا کنه توسط اینمی پول حداقل یک چند روز از مشکلاتتان سپری شوه دیگه. خداوند انشالله که صحت کامل نصیبت میکنه. سلام علیکم بریاله جان. الله جان نماز روزی قبول کنه. بچه ما بر مراد کردی کردی مرادت الله بده. این شال شد نواسیم از بچگی نواسیم از نامش کردم غیبی مرمی آمد داولی خود با علی که میاد یک چند روزه را گرفت علی سرش فشار آمده فشار چیشم دلنده شکرشم یه چیز خانه نداره. اینی که علش ترکده من شامپوش خلاص شد. پدرش این جبیلداری میداری اگر پیدا شو مزدور میکنه اگر نه الله جان که تان کمک کنه که کیزی کمک میکنی پروردگار الله اولادتان از خطر نگاه کنه. بریاله جان بریاله باشی سرفراز باش خانه تباد باشه.